درست است. رفتم میتونه. شما هم اینجا می باشین. بله رئیس میخوایم رایگاه بزنم. کجاستی عبدالحی؟ شفاخانمه. خوب است. ما میخواستم هم رایگاه بزنم. رئیس گایا خوب نیست، شفاخانه میارمش. چیزی شده؟ نمیفهمم، اما هیچ خوب معلوم نمیشه. شفا باشه عبدالحی. با شفاخانه که رسیدی باز برام خبر بدی. کار امروزتان برای ما بسیار خوشایند بود آقا وهاب. در اولین برگشتان خبر بتین که ازتان پذیرایی کنیم آقا رونالد. تشکر میکنم. هستی و بعد باعث صاحب خانه مطمئن هستم که از ما بسیار خوب پذیرایی میکنین. کدام کاری هست که ما باید انجام بدم؟ میفهمم. ما کار یک نهاد خیریه بسیار مهم شروع کرده بودیم. در اصل نهادم دختر محمد کارهانلی صفیه قرار دارم. صفیه، او دختر زیر دست ما کلان شده. میفهمی؟ دخترها زیاد صادق هستن. آفرینش. مثل برادرش خائن نبرآمد. اما شما او را به نام پولاد یاد میکنین. بسیار دیوانگی ها کرد. اوزارم بر هم زد. وی همه را ما باید دوباره تنظیم بسازم. ما کاملا باور دارم که موفق به انجام کار میشن آقا وهاب. درباره نهاد خیریه هیچ تشویش نداشته باشین. حتی میگم که پیش از رفتن شما یک محفل به خاطر معرفی بگیریم. یک نظر خوبی هست. او را اگر شما ترتیب کنین بسیار عالی میشه. با ترتیب نمودن نمیشه. من خودم شخصا اشتراک میکنم. اونجا با لباس خاص و نقاب میایم. نظرتان چی است؟ حالا عاکف باید بریم. تو هم یک بخش از خیانت شدی. نمیخوایم که کار به زور شو عاکف. باید امرای ما بری. دوستا ببرینش.
از اینجا فقط جسد مرا کشیده میتونی. تشکیلات جدید تو جای نداری عاکف. مرا مجبور به این کار نساز. تا همینجا بود عاکف. کل چیز خلاص شد. وقتی که من نگفتیم خلاص شده خلاص نمیشه. کل چیز سر از نو شروع میشه. چطور این کار کردی برهان؟ ما یک جا به خاطر وطن مبارزه نکردیم بگو. به خاطر بقای کشور کل ما هدف یک مرمی قرار نگرفتیم. تو چطور به این حالت رسیدی؟ مسیر تو را کی تغییر داد؟ من نمیفهمیدم. ای که شما زنده هستی نمیفهمیدم. در اون صورت برم قصه کن. حال خود میفهمی. ایره شما میفهمین که من بدون ای که حتی فکرام کنم و جان خدا به این وطن فدا میکنم. دادستان برام یک ماموریت سپرد و اما به خاطر اون ماموریت اینجا آمدم. درباره او نمیپرسم مرهان. این موضوع را از اول تا تمام جزئیات برام قصه کن. آقا
ما فکر میکردیم که شما به دستای عاکف کشته شدین. روابط ما همراه رئیس بزرگا از بین رفت و به خاطر موضوع سال گذشته اعتماد ما نسبت به عاکف هم کم شده بود. یک آدم به نام قاصد به ما خبر رساند که در تمام کادرهای دولتی یک سیستم جدید از طرف بزرگا ایجاد شده و برای ما گفتن که در اصل سیستم کسی به نام عالی جناب قرار داره. قاصد که سرحان؟ قاصد یک نفر نیست، چندین نفر هستن. من همراه قاصده که مسئول استخبارات است ملاقات میکنم. چه قسم ملاقات میکنی؟ او همراه من به تماس میشه. تو چطور به یه آدم باور کردی؟ چون اکثر افراد که در اطراف ما هستن تمامشان به اونا بسیار احترام دارن و او شخص قابل احترام است. حتی وقت دیدم که از او دستور میگیرن ما هم به او باور کردم. افراد تو یک مدت در تشکیلات مهمان ما می باشن اورهان. حال از اینجا برو. برای هیچ کس نمیگی که من زنده هستم. او آدم بازم همراه تو تماس میگیره. آمی که ملاقات کردن برای ما خبر میدی. درست است. لطفاً مرا ببخشین. حقتان حلال کنین. ما میبخشم اورهان. امیدوار هستم که تو هم خدا بخشیده بتونی. دوستا، شما پیش آقا عاکف می باشین. محترم، اورهان میره. بان که بره تیمور. ما برش اجازه دادم. بیا عاکف. تو دیگه هوشیار نمیشی کن. صبر او پشت سر میای. عقب برو.
شخص به نام قاصد برم گفت. وقتی که همراه او به تماس شد باز به ما خبر میده. شما در مورد یادم تحقیقاتتون شروع کنید. درست است محترم. بخواین که اورهانم تعقیب کنیم؟ نه خیر آکف، اگه خبر شوند باز قاصد از دست میدیم. درست است محترم. دوستای ما را چه وقت آزاد میکنی آکف؟ محترم، به خاطر او عملیات مالی آقا سامی را در زندان نگاه کردن. در دستهایش دستگاه ضبط صدا بودن. اگه صدای سامی را شنیدن پس صدای مرام شنیدن. نه خیر محترم، بدون شما دیگه به تماس های همگی گوش دادن و تمام اتهامات هم از طریق همین اورها نسبت میتن. آقا اردم که در رأس سازمان امنیتی فضایی ما قرار داره، در این مورد چی میگه؟ یک گزارش با تمام جزئیات آماده کرده محترم. وقت به دفتر بزرگا رفتم میخوایم امرای او ملاقات کنم. وضعیت قرار چطور است؟ قرار از اتهاماتی که به او زده شده نجات داده میتونیم، اما به خاطری که پرونده های قبلی او باز شده نمیتونیم اقدام کنیم. آقا زلفقار و بکتاش هم میتونیم فردا از زندان بیرون کنیم، اما امکان داره که دادستان مشکل خلق کنه. امرای نهادهای مربوطه ملاقات کن و بگو که به ارتباط دادستان هرچی لازم است انجام بده. بگو فردا زلفقار را بیرون کنن. میخوایم او را ببینم. قضیه لیلا چی بوده؟ محترم، او را به خاطر قتل جک دستگیر کردن. پیش دادستان به ارتباط او قتل تصاویر به دست آمده. این دفاع از خود نیست آکف. محترم، او خودش درخواست کرده که او را محاکمه کنن و تا روز دایر شدن جلسه دادگاه هم تحت نظارت می باشه. یک خبر بد دریافت کردیم. آقا سامی در زندان از بین رفته. امکان داره او را از بین برده باشند. محترم، امکان نداره که خودکشی کرده باشنی؟ امکان داره. اما شما دستور کالبد شگافی رو بدین. خب قصک و بالتازار، این کار مشترک ما چی است؟ تو انتخاب کن. هم قمارخانه داریم و هم کار مواد مخدر است. کار را که به شکل میراثی بلد هستم قماربازی است. من متوجه ای کار می باشم. و در کار مواد مخدرم ما با کمکت ضرورت دارم. ما از فروشنده ها مواظبت میکنم و تو از کسایی که توزیع میکنن 50-50 موافقت میکنیم. ما از کارهای مواد مخدر چیزی نمیفهمم و در کارهایی که بلد نیستم نمیخوایم دخالت کنم. لازم نیست که تو بفهمی. تو فقط از کارا مواظبت میکنی، برنامه ریزی میکنی. یک مواد تازه به نام بونانزا میاریم. خب کسایی را که میشناسی سرشان اعتماد داری؟ این معامله را همراه کی انجام میدی؟ یک دیوانه روسی به نام راسکولن است. نظر به گفته خودش با زودترین فرصت تولید مواد دمینجا شروع میکنه. کار ما بسیار آسان خواهد شد. راسکولن
گایا چطور است؟ لطفاً ما را چند دقیقه تنها میمونین؟ بفرمایین لطفاً بشینین. لطفاً برای میگین که او را چی شده دکتر خانم؟ گایا خوب است؟ گایا خانم کاملا خوب است، اما طفلتان از دست دادین. گفتین طفل؟ خانمتان حامله بوده، اما بسیار عادی است که شما خبر نداشتین. فقط 3 هفته می شد. شما خوب هستین؟ گایا را دیدم میتونم؟ تازه از اتاق عملیات بیرون شدن. اگه کم استراحت کنن خوب میشه. شما هم کم استراحت کنین. به اجازهتان ما میرم. بیادر کجا میری؟ شما هم اینجا باشین. همی که گایا به اوش آمد برم خبر بتین. محترم، عاکف در رأس تشکیلات قرار داره. در مقابل تصمیم دادستانی ایستادگی کرده. میگه تسلیم نمیشه. به نظرم او برای ما درد سر ایجاد خواهد کرد. چون او شاگرد پولاد علمدار سمتر نیست. بله محترم. صحیح. ای که او را گرفته نتانستین، ای ضعف افراد را نشان میده. اما اگه اونا تا دادگاه برسن، باز به این معناست که بزرگا دست به کار شدن. به زودی معلوم میشه. راستی تلویزیون ها و روزنامه ها چی کار میکنن؟ محترم، برای شرکت تاتاروغلو به ابراهیم فرامینی شما را رساندم. گفت آقای محترم از او قرضدار نیست و حال دیگر نمیخواهد که در مبارزه طرف قرار بگیره. میخوای از سهمش بفروشه و خدا نجات بده مترس. آقای کی است که به گپ ما گوش کنه و در سرخط روزنامه ها غوغا برپا کنه؟ محترم، در مورد متی و اصحاب که در شورای منطقه‌ای سهم دارم براتان گفته بودم. پس اونا را بخوای و موظفشان بساز تا مهارت هایشان را ببینیم. کجا بودی جاهد؟ قبلا آن برات در مورد اعتماد کردن به من هشدار داده بودم. این اشتباهت به قیمت جان 4 برادر ما تمام شد. افرادی را که به تعقیب ما روان کرده بودی تشکیلات اونا را دید. در درگیری اونا خود به مشکل نجات دادم و مسئولی تو هستی مفتش که در صورت که تو باید با من حساب بدی، از من حساب میگیری؟ حال فوراً برم میگی که تو در شفاخانه چی کارا کنی؟ در تعقیب قره بودم. به خاطر حوادث اخیری که رخ داد تو میخوای قبل از رفتن از اینجا از اون انتقام بگیری. ایره میفهمم. ایره کلا ما میفهمم که او در زندان است.
دو شفاخانه که گروه تشکیلات از او استفاده میکنن در اونجا چی میکدی؟ در اونجا کسی را مشناختم که به خاطر قرب ما معلومات بده. خب چی معلومات گرفتی؟ فردا زمین سازی میکنن تا قرار زندان به او شفاخانه انتقال داده شود. به احتمال زیاد برنامه ریزی کردن تا از اونجا فرارش بدن. انتقال او چی وقت صورت میگیره؟ اگه به ما اعتماد کنی و از تعقیب کردن ما دست بکشی، باز معلومات میگیرم که انتقال چی وقت و به کجا صورت میگیره. خوش آمدین آقای دم. خوش آمدید. بفرمایید. بسیار خوش هستم که شما را اینجا میبینم. وقتی که من از ماموریت خود خبر شدم باور کنین بسیار خوش شدم. قسم احساس میکنم مثل که تازه به دنیا آمده باشم. از این بابت شما در اینجا همراه ما میباشید. تا فردا صبح با ارتباط گوش دادن به تماس‌های تلفنی میتونین برام یک گزارش آماده کنین؟ البته ما پرونده را به شما میتم. شما بعد از اینکه گزارش ابتدایی را بررسی کردین معلومات مفصله فردا برتان تقدیم میکنم. کدام پرونده؟ در طبع که پیشوریتان است. تشکر میکنم. حال اجازه تانه میخوایم. ما یک بار زیبینایی تکنیکی جلسه فردای حیات ما را بررسی میکنم. البته. از اونجا به خلوده اونجا از خود صاحب داره. تو هستی بچیم؟ گفتن که تو از بین رفتی؟ نه چه خبر چه شوخ هستن؟ تو هیچ چیز نگو. بان فکر کنند که ما مردیم. اگه میخوای تنها باشی ما بیرون. بشین بشین. طفل داری؟ داشتم. ای اونا رو از پیشم گرفت.
بچه مگه گستاخی نشه و اگه قار نشی میتونم یک چیز ازت بپرسم؟ تو طفل داری؟ بچه نمیخواستم اعصابت خراب شده. تو بیشی اگه میخوای من میرم. خیرت است. برم زنگ زده بودی؟ اورهان کجاست؟ حال اورهانم تو را نجات داده نمیتونه. از وظیفه سبکدوش شدی. این امکان نداره. همراه دادستان کل ملاقات میکنم. با هر که میخوای ملاقات کن. هرچی از دستت میای انجام بده عاکف. هنوز هیچ کاری نکردیم. فعلا خود تنها از وظیفه سبکدوش شدی. تو مرا تهدید میکنی؟ نه خیر. برات سفر خوش میخوایم. عبدالحی بچه عمر بابا هیچ خوب نیستم. خوب میشی بچه. راه بیرون رفت ندارم. رضا را پیدا کردی؟ یا در دروغا شریک میشم یا که از این دنیا دست میشویم و میرم. اول باید صبر داشتن و بعدا قناعت کردن یاد بگیری بچه تا که خداوند از تو راضی شود. حالا بخیز ببین به چی وضعیت رسیدی. عمر بابا دستایت کثیف نکن که با شویمش باز پاک میشه بچیم. حالا دیگه بخیز.